سلام برابرش، امیدوارم که حال همتون عالی باشه. خوش اومدید به پارت سوم گرفتن دنس ساحلی. اچیومنتی که امروز باهاش کار داریم مربوط به مپ سولارا هستش. استارت میکنیم و منتظر مونیم تا سولارا بیفته. قسمتی که قراره امروز بریم رو براتون مارک کرد. داخل یه آبشار، اونم گوشه سولارا. دقت داشته باشید که دقیقا همینجایی که من افتادم بشید. به اینجا که اومدید کافیه روی صندلی بشینید و قبل یا بعدش از کله ووکونگ که روی سنگ هست قدرت شنی تبدیل شدن به ووتر رو بردارید. حالا میتونید مثل من با استفاده از سرعتی که به دست آورید افرادی که میان اینجا رو بزنید و لتو پاک کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب اصلا یادتون نره و دوستتون دارم خیلی زیاد. میرم کنار تا باد بیاد.